پارکابای صدیق آقا صاحب از زمان باشیم. دوم صلوات و جلیتر ختم. هر کی دلش برای امام رضا تنگ شده صلوات بفرست. اگه فقط رفقایی که اون روبرو نشستین شما وایسادین، اگه محبت کنین بشینین تا اون بیرون جلسه همه میشینن، ولی اگه نشینین خودتون اذیت میشین. عزیزایی هم که دم درین، خب این رفقا زودتر اومدن، حق الناس همینه دیگه، اذیتشون نکنین. هر جا هستین بشینین، تو راپله دم در هر جا صدای بنده رو میشنوین بنده نوازی کنین، لطف کنین بشینین سر جاتون. آی خدا خیرتون بده، بشینین. خدا خیر. یه نفر اونجا اذیت بشه هممون مسئولیم. بشینین فداتوش، جا نیست دیگه اینا بخوام بیان جلو. بشینین قربونتون. خب الحمدلله قسمت شد، مولا عنایت فرمودن امشب بتونم برسم خدمتتون. یه عذرخواهی بدهکارم، هم به رفقای گلم هم به عزیزان بابت این که سری قبل نتونستم بیام. پرواز سوریه قرار نبود اون روز انجام بشه، ولی عرضم بازتون من قول داده بودم شب قدر آخر رو توی حرم بیبی باشم. به خاطر همین دیگه همون روز مجبور شدم برم. حتی خود آقا رضا هم یعنی اینقدر سریع اتفاق افتاد که خودم هم نتونستم، روم هم نشد زنگ بزنم، ولی خیلی دعاگو بودم انشالله به حق امیرالمومنین با نابودی این ملعونا همه با هم انشالله بریم زیارت. فقط چند تا نکته میخوام خدمتتون عرض کنم. من حتی اون سری هم که اومدم مثلا حرفی نزدم. حالا اصفهان هم جلسه داشتیم، چیزی نگفتم مثلا در سوریه. الانم نمیخوام بگم، میخوام یه چیزی که خیلی واجبه بهتون بگم. اولا که یه وقت شایعه‌ای مخصوصا حالا که زیاد شده واتساپ و ویچت و نمیدونم SMS و اینجور چیزا زیاده دیگه، SMS هایی که میاد که حرمات در حال محاصره است و دعا کنین، فقط قسمت دعا کنیدش راسته، بقیهش اصلا صحت نداره. اونا که مشرف شدن سوریه میدونن حرم حضرت رقیه یه غیر قابل محاصره شدنه، به خاطر اینکه وسط شهره اصلا هم نمیشه بهش یعنی بخوان راحت بیان جلو. این یه مورد بعد این که حرم حضرت رقیه سلام الله علیها شدیداً از نظر امنیتی محافظت میشه. یه خمپاره هم که اومد تو مسجد بغل حرم خورد، اون خمپاره دستساز بود که اونم غیر قابل پیش بینی بود. یعنی عرضم بزرگتون واقعا نمیشه کارش کرد. خسارتی هم نزد، هیچ خسارتی هم وارد نکرد به حرم. یه مقدار یه دیوار بود خراب شد، ولی سریع هم اون ترمیم شد. یعنی نه اصلا نفوذ کرد نه اتفاق هیچ. این است. مورد دوم، چون من خودم یه روز تو هفته شاید هم 2 روز می اومدم زیارت حضرت رقیه سلام الله علیها، بقیه‌اش تو زینبیه بود. زینبیه موضوعش فرق میکنه. زینبیه مثل شهر ری، حرم مطهر حضرت شاه عبدالعظیم علیه السلام، یه همچین جاییه و یک طرفش مردم زندگی میکنن، خیلی عادی، خیلی عادی. یک طرفش خبری از زندگی نیست. یعنی اگر یه جوری وایسی که حرم بیبی رو به روت باشه، رو به قبله، حرم بیبی رو به قبله وایسی، حرم بیبی رو به روت باشه، سمت چپ زندگی هست، سمت راست نه، درگیریه. که الان هم الحمدلله داره تیکه تیکه اونجا زندگی ها برمیگرد. چون ساختار شهری اینا خیلی ارزم بزرگتون قدیمیه، اینا خونه هاشون خیلی تو همه، به خاطر همین جنگیدن اونجا خیلی سخته.
و معمولا بچهای اونجا دارن میجنگن که مال همون منطقه، مخصوصا شیعیانی که جز افغانی‌های مقیم هستن و خودشون متولد سوریان، حتی پدراشون هم بعضیشون متولد سوریان، ولی مهاجر هستن که رفتن اونجا. اینا خیلی یلن، خیلی شیرن. یعنی توی منطقه‌ای داشتم الان عرض میکردم به رفقا، توی منطقه‌ای اینا نزدیک 60 نفر بودن، هلوش 700 نفر اون طرف رو به درک واصل کرد، خودشون 2 تا شهید دادن. یعنی میخوام بهتون بگم فکر نکنین اونجا کسی نیست، هست. این خبرایی که میشنوین که حرم حضرت زینب محاصره شده فلان، اصلا حرم حضرت زینب هم محاصره بشو نیست. اونا جرئت ندارن، خیلی ترسوان. ببین حوالا به همین پرچم سیاه عزای امام صادق، اگه یک کلمش به خاطر دلداری یا به خاطر مثلا کم و زیاد بخوام بهتون بگم، اونا اصلا هدفی ندارن، هیچ هدفی ندارن. شما امشب اومدین اسمش اینه که اومدین عزای امام صادق علیه السلام، ولی اومدین بگین آقا جان ما دوست داریم جز مدافعای حرمتون باشه، حرم عمه جانتون باشه. درست؟ یه چیزی که امشب خیلی مهمه من خدمت شما میخوام بگم و روزه رو بخونم و معطلتون نکنم، این حرفه. رفیقا فکر نکنین به هر طریقی خودتون رو به سوریه میتونین برسونین. بنده دفعه اولی که رفتم از طریق لبنان رفتم، ولی هم تو لبنان الحمدلله کرم امیرالمومنین خیلی آشنا داشتم، هم تو سوریه خیلی آشنا داشتم. یعنی به خاطر حالا لطفی که امام حسین کرده آشنای سوری زیاد داشتم، آشنای لبنانی زیاد داشتم، حساب کردم و رفتم. نه اینکه فکر کنین رفتن در فرودگاه گفتم خب آقا میشه من نه، اصلا اینجوری نیست. مخصوصا الان گوش کنین، مخصوصا الان. چرا؟ چون یه سری از این موجودات که نمیشه اسمشون رو چی گذاشت، مال مجاهدین خلق، اینا اومدن همکاری دارن میکنن با تکفیریا و با وهابیا، با ارتش آزاد. خدا اینا لعنت کرده خدا هستن که با اونا همکاری میکنن. خب اینا میان میبینن یه نفر میاد مثلا، چون بیشتر هم از لبنان میرن، میبینن یه نفر میاد اونجا. حتی تاکسیایی که شما یه وقت یکی بود، تاکسیایی بودن که مثلا فکر میکنی فقط عربی بلدن، عربن ولی فارسی فولن، به بهونه اینکه ما میرسونیم و فلان و بیسار، اینا میرن تحویل اونا میدن و جایزهای سنگین میگیرن. بعد به خاطر اینکه داشتیم این موردها، یعنی داشتیم کسایی که الان دست اونا، البته الان مثلا آزاد شدن، 2 حال 3 حال داره. یکی اینکه کشته میشن که خب اون حال دیگه، ولی اگه قرار آدمم کشته بشه، حساب شده کشته بشه. ما به بیبی گفتیم بیبی قربونتون برم، ما داریم با این همه رفیق و آشنا اینایی که داریم بلند شدیم اومدیم، ما حرمتو ببینیم، بعد هر اتفاقی قرار بود بیفته، اما بازم حساب شده رفتیم. فکر نکنین همینجوری بلند شدیم رفتیم. یا بار دوم من دعوت سفارت بلند شدم رفتم. چرا؟ به خاطر اینکه هم حرم حضرت زینب باید روزه میگرفتیم، هم حرم حضرت رقیه سلام الله علیه. این یه مورد، اینو داشته باش. حالت اولش نه که شهید میشه، ولی شهادتش خیلی اینجوری آدم بخواد شهید بشه خیلی مفت شهید شده. حداقل هر کدوم شما باید 1000 تا اینا رو به درک واصل کنید و وقتش هم میرسه، مطمئن باش. مورد دوم اینه که اسیر میشین، باید اونی که رفته اونجا یه ایرانی باید معاوضهش کنن، عوض میکنن با چند تا وهابی یا تروریست. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه من دلم میخواسته برم و خودم خواستم سرخوضی کاری انجام بدم، موجب این شدم که حداقل 20 تا یا 30 نفر به جبهه اونا اضافه بشن، به جبهه اونا اضافه بشن. مورد سوم اینه که پول میدن تا آزاد کنن یه نفر رو، که هر قرونی از این پولی که بخواد برای آزادی اون کسی که بلند شده سرخود رفته بدن، هر قرونیشو بخوان بدن، یه گوله میشه طرف شیعه امیرالمومنین. پس اینو داشته باش، این موردی که بهتون گفتم، و مطمئن باشین. اینجوری هم نیست فکر کنین رفتین اونجا. ایرانی داشتیم 2 ماه بود خودش رو رسونده بود اونجا تو زینبیه، بنده خدا یه همینجوری حیرون و سرگردون بود. رفیق میشدن با بچه‌ها، شاید برن یه سری تو سنگراشون اینا، ولی اینکه فکر کنیم مثلا میتونستن برن تو جهادشون یا برن به جنگل، نه، این اصلا همچین چیزی نبود.
اصلا همچین چیزی نبود. آخرم مجبور شدن برگردن. خود سفارت هم حساسه، چون مسئول جون شیعه امیرالمومنین ایرانی است، مسئول جونش. کسایی که اونجا می جنگن باید کسایی باشن که با اون منطقه آشنان هستن. بچهای اونجا فکر نکن این که میگن حرم الان محاصره شد فلان شد نه، اینا اصلا نیست، اصلا یه همچین چیزی نیست. از لبنان کسایی که عربی بلدن، کسایی که جوونن، دورهای حزب الله رو مثلا رفتن، دورهای حزب الله رو رفتن، از لبنان بلند شده بودن، نذاشته بودن تو تشکیلات بیان، از لبنان بلند شده بودن اومده بودن. خود حزب الله اینا رو قبول نمیکرد، میگو برمیگردین با چون کار اونجا همش حساب کتاب. فکر نکنین اینقدر به هم ریخته است که هر کی اومد میگن آقا قربونت این اسلحه رو بگیر فلانجا وایس اینجور. نه اصلا این خبرا نیست، اصلا اینجوری نیست کارای اونا. چون میدونین که حرمین شریفین حضرت رقیه سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها خط قرمز همه شیعه مرتضی و اونی که اعلام کرده حزب الله لبنان، اونا یلیان به مولا قسم. همه این شایعاتی که میبینی شایعه است. اگه کسی گفت من میتونم شما رو ببرم سوریه، دروغ میگه. من دارم بهتون میگم مگه اینکه از طریق زی سلاحش باشه. اینجوری نیست که به خدا این که دارم بهتون میگم. من خودم انقدر بعضی جاش خجالت میکشتم. یه گروهی بود 34-35